به نام خدا. سید مجتبی موسوی هستم، درس مهندسی اینترنت فصل اول. موضوع ارائه من در مورد شبکه‌های WAN، طراحی لایه‌ای شبکه‌ها، مفاهیم سویچینگ و مدل OSA هستش. اول از همه بیایم در مورد شبکه WAN صحبت کنیم و بگیم در کل شبکه WAN چی هست. شبکه WAN یه شبکه گسترده در سطح کشور جهانه که با هدف اتصال شبکه‌های محلی و شهری طراحی شده. این شبکه‌ها قابلیت اتصال سخت افزارها و نرم افزارهای ناهمگون رو داره و بستری برای ارتباطات گسترده فراهم می‌کنه. دو عنصر اصلی توی شبکه WAN نقش بسزایی دارن. اولیش هاسته که برنامه‌های کاربردی رو اجرا می‌کنه و دومی سویچینگ و روتر که مسیریابی و هدایت داده‌ها رو انجام میدن. عناصر کلیدی شبکه WAN. خب اولیش ماشینی میزبانه که اجرا کننده برنامه‌های کاربردی و تولید کننده داده در شبکه است. زیرساخت ارتباطی که شبکه مخفی از دید کاربر برای حمل و نقل انتقال داده هاست. سویچینگ و مسیریابی که هدایت بسته ها و انتخاب بهترین مسیر برای انتقال بر عهده داره. و خطوط ارتباطی مثل فیبر نوری، T1 T4، ماهواره رادیو و کانال‌های اجاره‌ای. روش‌های سویچینگ در شبکه‌های WAN. خب یه سری مثال هستش، مثل شبکه تلفن سنتی که یه سری ویژگی‌ها داره، مثل ایجاد یک مسیر فیزیکی مستقیم و اتصالگرا بین دو نقطه که روشش هم سویچینگ مداریه. شبکه‌های داده دیجیتال قدیمیه که که ویژگی‌هاش اینطوریه که پیام‌ها کامل ذخیره و به مقصد منتقل میشن که روشش هم سویچینگ پیامه. و شبکه‌های مدرن مثل MPLS، ATM، WAN که پیام به بسته‌های کوچیک تقسیم و به صورت مستقل ارسال میشه و روشش هم سویچینگ بسته است. سویچینگ بسته و تکنولوژی ATM. خواهیم در مورد یه سری از مزایاش صحبت کنیم و بگیم. مزایاش میشه کاهش قابل توجه تأخیر در شبکه، استفاده بهینه از حافظه و منابع، ارسال مجدد محدود به بسته‌های خراب شده، افزایش قابلیت اطمینان کلی سیستم. ATM یه سری مشخصات داره مثل بسته‌های 53 بایتی که با سرعت انتقال 155 Mbps یا 622 Mbps که امکان ارتباط سریع و پایدار رو فراهم میکنه. چالش‌های طراحی شبکه. خب یه سری چالش‌ها توی مسائل سخت افزاری وجود داره، مثل تکنیک‌های مدولاسیون سیگنال، طراحی کانال‌های ارتباطی، سیم‌کشی و زیرساخت فیزیکی، سیم‌های انتقال بی سیم. و توی مسائل نرم افزاری هم چالش‌هاش کنترل و تصحیح خطاست، شماره‌گذاری بسته‌ها، الگوریتم‌های مسیریابی، ترتیب دهی بسته‌ها، هماهنگی فرستنده و گیرنده. اصول طراحی لایه شبکه که شامل 4 بخش میشه. اولیش تفکیک وظایفه که هر لایه یک وظیفه مشخص و محدود داره. استفاده از خدمات پایین‌تره که لایه‌های بالاتر از خدمات لایه‌های پایین‌تر استفاده میکنن. حداقل تعامله که مرزهای لایه‌ها طوری انتخاب میشه که تعامل بین اونها حداقل باشه. و دیگرش هم طراحی ماژولار. مدل مرجع OSA یه مدل استاندارد جهانی توسعه یافته است توسط سازمان بین‌المللی استاندارد که شبکه ها رو به 7 لایه مجزا تقسیم میکنه: کاربرد، ارائه، جلسه، انتقال، شبکه، پیوند داده فیزیکی. لایه های پایینی مدل OSA 3 تا لایه داره. لایه فیزیکی که انتقال بیت ها به صورت سیگنال الکتریکی، نوری یا رادیویی روی رسانه های فیزیکی انجام میشه. لایه پیوند داده هاست که کنترل خطا، فریم بندی داده ها، مدیریت تصادم و دسترسی به رسانه مشترک. لایه شبکه که مسیریابی بسته ها، آدرس‌دهی جهانی، جلوگیری از ازدحام و مدیریت ترافیک رو بر عهده داره. و در کل بخوام اگه یه جمع‌بندی بکنم، توی سویچینگ پیشرفته شبکه های WAN با استفاده از سویچینگ بسته و سلول انتقال داده با سرعت و اطمینان بالا رو ممکن می‌سازن.
توی طراحی لایه‌ای معماری لایه امکان مدیریت مشکلات سقف‌زایی و نرم‌افزاری رو به صورت ماژولار فراهم میکنه و OSA هم که یه مدل مرجع OSA به عنوان استاندارد آموزشی و طراحی شبکه‌ها در سطح جهانی که اهمیت اساسی داره.